کشور یک قرض زن یک قبول شما بگذار در سیاست تو ما نمو کنیم بگذار چون غروری تو ما گفتگو کنیم هنرمندی محبوب شهر سمرقند حسن جان نوراللهی سمرقندی مرا کندش منو تو همه مهر و همه پندش منو تو بخاری آبرومندش برمی تو هیچ از آن که ما سخن کنیم فرزند استاد عزیزم دلاوری لایق آمدگی استاد فرزند استاد لایق دلاوری لایق بسنده عمل میکنم از جمهوری ازبکستان شفقت سلامم شما رو بسنده عمل میکنم چونکه دوستان عالی قدر من کلسه مهمان گریده بالی یوز پروانه بول کل مثلا هیچ کم سراغلا غم اله هم خانه بول مرحبا مرحبا فرزند استاد عزیزم استاد لایق من میخواستم آدرک جان استاد عزیز باید صحنه در اکران نشون دید استاد عزیزم بار دیگر خوش آمدیتان برای استاد لایق روح ارواحشون از ما و شما شاد باشد از این خلق و از این ملت چونکه هیچ خور از آن داریم که استاد لایق داریم مرحبا درود بر دوستان عزیز چه خوب و پسندیده است که در عرفه عید وحدت شاعر وحدت سرای ما حبیب جان در اینجا یک جشن برگزار کردند که این ادامه جشن‌های قدیمی هست بیشتر که استاد طاهری اینجا ظهور دارند در اینجا اشتراک دارند در سالهای 80 یکی از بزم‌های اولینی که بزم شیر و شکر بود استاد لایق و استاد جربیگ مرادوف برپا کرده بودند و این برنامه وحدت امروزی ما تمام همون شیر و شکرهای استادانی بود که امروز گذشته ساده است و ببینید که با این وحدتی با این شعر وحدت سرایشان حبیب جان تمام هنرمندان شاعران و همه دوستان عزیزشان را از تمام گرد و کنار جمهور و حتی بیرون از جمهور مهمانان را امروز جمع آوردند این هم یک قدمی است برای وحدت ملت وحدت کشور ما و استاد لایق در سخنرانیشان بیشتر همچون یک وادی زرافشان نیست بلکه یک ولایت زرافشان سخنرانی میکردند و این از سرگاه مشچا و آخر تا شهر بخارا گویا که یک ولایت زرافشان بود و ببینید که امروز اون ولایت زرافشان امروز وحدتش ظاهر میشد ببینید استادان عزیز از شهر سمرقند آمدند و این تحفه گرانبهاشان و شما هدیه یکی از کتاب‌هایی که هم به زبان تاجیکی هم به زبان ازبکی در نشر شده است و یادگار میموند به شما و این چنین دوستان خیلی زیاد از شهر سمرقند آمدند که حاضر اکوی مهربان اینجا معرفی میکنند بار دیگر عید وحدت به همین ما مبارک باشد هزار رحمت برای سخنهای سمیده دلاور جان فرزند عزیز استاد لایق بید یک قسک زنید سلامت باشید در حقیقت استاد لایق گفتن که زنده باش ای چشمه الهامی من خلق من ای اصل رنگ و نام من روی سرخ و چشم سیر و بخت سبز آبروی و عزت و اکرام من اینک از جمهوری ازبکستان شرقدین سلام مرحبا السلام علیکم هموطنان من امروز همین قدر صحنه را تشکیل کرده ناحیه را حاکم خوش و رحمت ضد پرزیدنت آما و رحمت من 50 سال بازم استاد جربیگ مرادوف مخلصم 74 سال 79 سال مستانه ارده شده و مخلصم هم کنسرت های استاد رو اشتراک کردگیم مرد ماهش به دوشنبه به هم هیچ کس من اینجا به دعوت نکرده است همونجا به هم آمده اشتراک کرده بودم همه سرخط و اصلاره که صنعت به سرخط نیسته اصلاره هم تو گذشته میرود صنعت هم قطار همون آمان هم گشته گمده ارتباس میکنم دمیر به دعا کنید اون دمیر به دعا کنید اون دمیر رحمت سلامت شدیم همیشه صلح باشد تنجی امانی باشد رحمت حسن جان عزیز رحمت بچه جان
اکرام کلام بردگار سران با آسمان این دیوار زرشم پای انداز شما خوش آمده اکا خوش آمده رحمت کلام وقتی که حسن جان نورالله میگوید تمام سمرقند تمام وجود مرد سمرقند پیش نظر جلوگر میگردد و اینک بلبل شیر زمان حسن جان نورالله مرحمت شاگرد عزیز استاد جوربک مردوف مرحمت السلام علیکم دوستان عزیز مهمانان عزتمند از نام تمام خلق سمرقند از نام راهبریت ها و همه شما سلام گرم و جوشان و من شب بیگانه حبیب جان ما به یک شعر دادم خیلی در یک شب باید تیار کردن جدا کاری مشکل اینه همه میدونم همه حرکت میکنم یک بالا کده خوندم از نام سمرقند من حاکمی تایلان اسکندرov همراه من آمدم لطفه که راهبر افغان ارکنک همراه آمدم برای چی؟ برای خاطری حبیب جان من شب بیگانه تلفن گفتم که جره من استاد جوربک مرادوف جوربک نبی برنامه ساخت و دیگر ششمخان حافظها از شاعرها لایق شیرالی کمال نصرالله فضلالدین محمدی میرزا ترسونزاده باقر رحیمزاده جلال اکرامی بازار صابر اینا هم ماشاءالله هوس کرده شما شاعر شده ما حافظ شده گفتیم البته این حافظی هم کاری دشوار دوستی خلقها تا آخر عمر همخیر دوام کرد فقط توی خورسندی و تینجی آسایشگی باشه اما تا شما من حرکت میکنم چون این شعر شب بیگانه گرفتم خیلی کمک تمرین کردم بزرگ